إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. آیه 112 د آیات قبلی الله متعال در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم هدایت داد. اگرچه پیغمبر علیه السلام شک و شبهه ندارد در مورد دعوت و برنامه دعوت خود و آن چیزی که در پیش رویش پیش میشه، اما شاید تابعدارای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این مورد چیزی شکوک برش پیدا شود. کثرتگرایی مردم ببینه که در راه باطل روان می باشد، در نظرشان اینطور میآید که شاید رای ما باطل و رای این مردم ها حق باشه، به خاطری که یا خیلی زیاد هستند. اینمی مسئله جمهوریت یا کثرتگرایی بسا مردم در فریب انداخته و نعوذ بالله تایید مردم میکنه. و در این مورد اتبعوا سواد الاعظم یک حدیث هم میگویند، در حالی که سواد اعظم عبارت از تابعداری حق است. چرا که طایفه بزرگ همو کسایی است که تابعداری حق میکنه، ولو که از به اعتبار کمیت خیلی کم باشه. اما نعوذ بالله این مردم ها از این مفهوم غلط میگیره. مردم ها میگه سعی کن اینجا تابعداری سواد اعظم بکنید، اعظم مردم اینی کار میکنه. به این طور مردم باید گفته شود که اعظم مردم در دنیا کافر است و دموکراسی را پذیرفته، باز خیر تابعداری از وا شود، حالان که این گپ غلط و نادرست است. الله متعال برای پیغمبر علیه السلام گفت که این مردمایی که خیلی زیاد پابندی یا اصرار بالای برنامه های شرکی خود داره و خیلی زیاد مردم در او گرویده است، این باعث به این نشود که در شک در برنامه دعوت شما پیدا شود. در اینجا تسلی دیگری برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم داده است. اگر با او برنامه دعوت و قرآنی که تو آورده و مردم در او اختلاف کردن، قسم قسم نسبت‌ها را به تو میکنه، تو خفه نشوی. چرا که پیش از این تورات کتابی را که برای موسی علیه السلام نازل کرده بودم، در او هم اختلافات شروع شد، تا ای که الله متعال فیصله واقعی خود کرد و بنی اسرائیل به کدام سرنوشت مبتلا شدند. اینمی قسم قوم تو هم روزی فرا میرسه که الله متعال یارا به دست شما هلاک میکنه. تنها در صورت هلاکت متنوع است، چرا قومای سابقه را الله متعال به عذابهای بیخکن و به عذابهای عمومی وار عذاب میداد. اما قوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در مقابلش دشمنی داشت، این را به دست مسلمان ها الحمدلله کشانید و مسلمان ها سر از وا غالب شدن، انواع عذابا را برش دادن. اینی برنامه است که الله متعال در طول تاریخ شروع کرده و واقعات انبیاء علیهم السلام گواهی عزیز که پشتی سر بر ما در مورد واقعات و داستانهای پیغمبران علیهم السلام شیره یا لب لبابش برای پیغمبر علیه السلام و مؤمنان بیان میکنه که منظور از این داستانا چی می باشه. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا داده بودیم به موسی علیه السلام کتاب، فاختلف فیه، اختلاف کرده شد در امی کتاب. حالان که کتاب برای حل اختلاف بود، ای که آرا و نظریت پشتی سر گذاشته شود از اشخاص و افراد، پیروی از یک وحی الهی شود، توسط از اتفاق و اتحاد می آید. اگر پیروی از آرا و نظریات شود، در این خامخا اختلاف موجود است، به خاطر که آرا و نظریات همیشه متفاوت است. یک نفر یک چیز خوش داره و به نظرش خوب معلوم شده نفر دیگه چیزه. اگر تابعداری نظریات افراد شود، اختلافات در حد اضافه میشه که هیچ حد نداره. کتابای الله متعال آمده به خاطر از اینکه این جنبندی بکنه، آرا و نظریات افراد گذاشته شود، پیروی از وحی الهی شود. تورات آمده بود به می خاطر، لیکن مردم ها در او اختلاف کردن. ولولا کلمة سبقت من ربک، اختلاف او مردم چطور بود؟ هر کس به میل خود یا به نظر خود توجیه میکرد، یا آرا و نظریات خود داخل کتاب ساختن که تحریفات بود، هم تحریف لفظی میکرد و هم تحریف معنوی. تحریف لفظیش امی بودن که از خود کلمات را در داخل تورات گنجانیدن، و معنوی بود که مطالب امی احکام تورات دیگه قسم واژگون و نمود میکرد یا بیان به مردم میکرد. الله نگاه کنه حالی هم امطور حالتا موجود است. فاختلف فی، اختلاف دو کرده شد. ولولا کلمة سبقت، اگر نمی بود او فرمان الله سبقت که پیش مقرر شده بود، من ربک، از جانب پروردگار تو، او عبارت از تاریخ عذاب بود که او باید عاجل نبیه،
بلکه یک میعادی را الله برش تعیین کرده که بعد در او وقت می عذاب بیا. علتش می بوده که یک میدان وسیع برای تفکر و مبارزه یا دویدن امی مردم باید باز باشه، به خاطر که هر انسان میتونه زمانی که فرصت داشته باشه در مورد تمامی برنامه خود تعامل بکنه که آیا این ثمر بخش است، مفید است یا نه که مضر است. اما بسا مردم ها هست که از همچو فرصت ها استفاده میکنه و یک تعداد مردم ایره نعوذ بالله دلیل یا علامه حق بودن خود میپنداره که عذاب الله زود نمیرسه. اکثر مردم های طاغی و سرکش از نه آمدن عذاب به طریق جلتی و زود اینمی گپ باعث میشد که یا سرکشی را دیگه اضافه میکرد. چرا؟ این دلیلی حق بودن و راست بودن خود میپنداشت و میگفتن که اگر برنامه ما غلط می بود الله ما را عذاب میداد، او حالی الله عذاب نمیده. تابعدارای موسی علیه السلام کسانی که پیروان تورات بودند در اینمی قسم تصور غلط مبتلا شده بودند، فکر میکردن که عذاب الهی بر ما نمیرسه. این دلیل بالای عزیز که ما پیش الله محبوب هستیم، در حالی که اصل موضوع دیگه بود. الله متعال بر یزیا موقع داده که تو باید یا تعامل بکنه، اما تاریخ عذاب مقرر است، او پیش نمیشه. از او خاطر الله میگه ولولا کلمتون، اگر نمی بود فرمان الله که در مورد تاریخ عذاب سبقت مقرر شده من ربک از جانب پروردگارت پیش، لقضی بینهم، زود فیصله در بین ازیا میشد. مردمایی که راه مخالفت در پیش گرفته بود الله متعال یار عذاب میداد، اما چون تاریخ مقرر بود زود عذاب نآمد و نه آمدن عذاب باعث ازی شد که یا نعوذ بالله دیگم طغیان و سرکشی کنه، تکبر کنه و این دلیل حقانیت خود بپنداره. و انهم لفی شک منه مریب، یقینا امی بنو اسرائیل در شک هستن، یعنی نظر به او قوتهای بشری که دارن، منه از امی کتاب، مریب خیلی شکی که ایره چیسته در تردد انداخته، حیران ساخته یاره، یعنی یا مطمئن باقی نمیمانه در کتاب خود از جهتی که اختلاف در آورده شک میکنه. اینمی قسم در قرآن هم این مردم ها شک میکنه و شک از یاره در تردد انداخته، همیشه همیطور است. بجای از اینکه یا رجوع بکنه به کتاب الله قرآن کریم و ببینه که آیا دری کدام پیشنهادهایی که شده ای به منفعت ماست یا به مضرت ماست، در جای ازی نعوذ بالله یا شک میکنه که کلام انسان باشه، کلام الله متعال نباشه. الله متعال تسلی داد به پیغمبر علیه السلام که در تورات هم اختلاف شده بود، در مورد قرآن کریم هم اختلاف موجود است، لیکن نه آمدن عذاب بالای دشمنای تو این دلیل بالای ازی نیست که مردم به حق است یا تو ناحق هستی یا برنامه تو ناحق است، بلکه تاریخ عذاب الله نرسیده. زمانی که تاریخ عذاب الله برسه باز این مردم برش عذاب داده میشه. و این کل لما لیوفینهم، در این آیت بسیار ترجمه هاست، مفسرین چند ترجمه را کرده، ما یک ترجمه را میکنیم امو کفایت میکنه. و این کل لما، و یقینا تمامی از یا لما لیوفینهم، خام خبرشان پوره داده میشه، میده ربک پروردگار تو اعمالهم، پاداش اعمالشانه. هیچ کسی بدون ثمره عملش باقی نمیمانه، چون عمل کردی از یا همیشه در زشتی و در مخالفت دعوت پیغمبر تیر شده، الله متعال بدل و عوض یا جزای اینمی اعمال ناشایستهشانه حتمی داده نیست، طور نمیگذاره. اگر یک چند وقت تاخیر میاد در عذابشان و زود یار عذاب نمیده، این دلیل بالای نجات از یا نیست یا دلیل بالای محبوبیت از یا پیش الله متعال نیست. انه بما یعملون خبیر، یقینا الله متعال با آن چیزی که یا انجام میده مکمل خبر داره. یعنی طور نیست که این مردم ها کدام آزار، اذیت، شکنجه، ظلم، تعدایی که علیه مسلمان ها میکنه یا برنامه دعوت میکنه، شایعات پخش میکنه، دروغ جور میکنه، این طور نیست که الله متعال آگاه و خبر نیسته. اما زود عذاب الله به خاطر نمیاره که تاریخ عذاب مقرر است و او وقتی که او ساعت بیا باز عذاب سرش میاد و برای ازیا موقع میده، به خاطر ازی که مگرم یاد یک کمی تلاش بکنه. در این شکی نیست که پیغمبر علیه السلام چون انسان است، سخنان بسیار زشتی از یا سخنانی که دل بسیار آزار میداد، اذیت میداد و همچنان کاروایی های از یا شکنجه های از یا بالای مسلمان ها در هر جای، این سبب میشد که پیغمبر علیه السلام در قلبش بسیار خفه شود و قلبش تقاضای ازیر داشت که چرا زود اسلام غالب نمیشه و چرا مردم به اسلام رو نمیاره. الله متعال به پیغمبر خود اعلان برنامه را میکنه که اینی خط تو باید پیروی بکنی، از این خط باید نبرایی.
در این خط چند گپ الله متعال برای پیغمبر علیه السلام میگه. اولیش فاستقم، خود درست برابر کو. مراد از استقامت ایره میگه در تبلیغ و دعوت بعد استقامت اختیار بکنی، کجروی نباشه، مداهنت نباشه، سستی نباشه، همت از دست نده، مکمل. فاستقم، در عبادت الله متعال، در انجام عبادت خودت باید مستقیم باشی، هیچ نوع سستی و کجی درش پیدا نشه. و همچنان در برداشت تحمل در راه دعوت تو باید مستقیم باشی. امی فشارها تو را بزدل یا بهمت نسازه، باید مثل کوور استوار باشی. علت اینمیست که این برنامه سنگین است. دعوت به سوی توحید الله متعال که سالها مردم به بت سجده کرده، او مردم به یکتا پرستی آوردن، گپ عادی نیست. از همون خاطر یک پروسه خیلی محکم و استوار میخواه از تو در کل زندگیت. از همون خاطر است که فاستقم کما امرت، آیتی است که پیغمبر علیه السلام مویای سرش سفید شده بود. شیبت هود میگه سوره هود مرا سفید کرده. به خاطر چی؟ که الله متعال برش امر کرده که فاستقم، تو استقامت اختیار کن، مستقیم باش کما امرت، به مو سیستمی که تو مامور شده ای، با کدام طرز و طریقه که الله تو را امر کرده به مو سیستم باید تو استقامت اختیار بکنی. استقامت یک کلمه جامع است در مورد تمام اسلام. چرا که یک صحابی آمد پیش پیغمبر علیه السلام گفت یا رسول الله برای من در مورد اسلام چیزی را بگو که آینده به هیچ کسی ضرورت سوالم پیدا نشوه که باز سوال پیدا بکنم. پیغمبر علیه السلام برش گفت قل آمنت بالله ثم استقم، بگو که من ایمان به الله آوردم، برنامه و نظام الله را پذیرفتم، باز سرینمی برنامه مستقیم باش. استقامت وقتی میشه که در این برنامه ادنا خلل پیدا نشه، ادنا نقصان پیدا نشود. تمام امی تعلیمات الله متعال تو در گوشه زندگی چی بکنی؟ عملی بسازی. اینی را استقامت میگه. پس زمانی که الله متعال پیغمبر علیه السلام اینطور میگه، مسئولیت یا ذمه‌واری پیغمبر خیلی زیاد است. چرا؟ ذمه‌واری پیغمبر در مورد دعوت خیلی زیاد است. پیغمبر علیه السلام اینطور است که همینطور یک لحظه خود بدون دعوت تیر بکنه. باید همیشه در تلاش باشه، کوشا باشه که رای گپ حق به مردم برسه. از همون خاطر است که پیغمبر علیه السلام این آیت ایره نمیگذاشت که یک کمی غفلت بکنه. یک کمی غفلت سبب ازی میشد که کما امرته عملی نمیشه. چرا که الله متعال را امر کرده که استقامت اختیار کنه برنامه دعوتت، همون قسم که مامور شده ای. از همون خاطر است که پیغمبر علیه السلام نه در سر مرکب، نه در سفر، نه در حضر، در یک جا هم موضوع دعوت ترک نکرد. به مردم دعوت داده، در میله های مردم رفته، در مجامع مردم رفته، با وصفی که میفهمید که مورد شکنجه قرار میگیرم، آزار و اذیت میابم، اما پیغمبر علیه السلام آرام ننشسته. چرا؟ به خاطری که الله متعال را مامور ساخته بود. زمانی آیت انسان میخونه، علمای ما که خود وارث انبیاء علیهم السلام تلقی میکنه و برای افتخار و مدح خود می حدیث در سر زبان خود میکشانه، سری مردم منزله و مرتبه خود ثابت میکنه که ما قابل قدر هستیم، دست ما باید بوسه شوه، از در رفتار و در راه از کل که باید پیش باشیم، در سر مجلس تکیه بزرگ برای ما مانده شوه، در هر جای قدر و عزت ما شوه. اما آیا فاستقم کما امرته را عملی کرده؟ همونطور استقامتی که ما مامور هستیم مسئولیت خود ادا کردیم، این را تکمیل کردیم یا نکردیم؟ اینی گپ است که انسان وادار به این میسازه. حالات مردم وقتی بررسی میکنی میبینی بسیار دل آدم خفه میشه و اوگار میشه. کسی که درد و سوز دین داره، زمانی که یک نماز یک فرد میبینی که به کدام سیستم میخونه دل درد میکنه. چرا که بیچاره کاری خود اله کرده، زحمت کشیده، محنت کشیده، در آب سرد وضو کرده، اما نماز نیست، روحی نماز وجود نداره، فقط یک شکل نماز از خیر و خلاص. اینجاست که در انسان درد پیدا میشه که چرا همین آدم چرا بی ثمر بره، تمام محنت بکنه، زمین بکاره مکمل، یک سال ادامه پیدا بکنه، آخرش هم در نتیجهش خوشه گندمش یک دانه داشته باشه، خیر و خلاص، دیگه چیز نباشه، که حتی قابل درو نباشه. این بسیار سخت است. این خب موضوع عمل است. اگر موضوع عقیده رو تو بررسی کنی از مردم که ببینی که در کدام مستوا قرار داره، اونجا باز یقین بکو اگر شبم تو خواب بکنی آرام باقی نمیمانی، بسیار دردمند میشی، درد در دلت پیدا میشه، تلاش میکنی که من باید یک کمی از همین عمر خدا مصرف بین میگه بسازم. من که بارها تاکید سری دعوت میکنم و شما را دعوت به سوی دعوت میدم. مراد از دعوت این نیست که نامیتان داعی شو و خلاص.
مراد از است که ما یقینا دردی مردم احساس کنیم، در قلب ما دردی مردم پیدا شود که مردم در کدام حالت زندگی داره، کدام طرف روان است، چی برنامه را یا در زندگی خود عملی میسازه. اینی گپ خیلی اهمیت داره. از او خاطر وگرنه مسئله دعوت عام است، انسان در هر جای مطابق وسع و توان خود میکنه. من میگم نه، کسی که کتاب الله را میخونه و آیات را میخونه او باید از دیگرها کرده بسیار مراتب باید خیلی زیاد درد احساس داشته باشه که آرام ننشینه، غفلت نکنه. اگر ما غفلت بکنیم به نزد الله متعال مسئول هستیم. الله پیغمبر خود مامور میسازه، آیا ما تو مامور نیستیم؟ خصوصا که الله مورد ناز و نعمت خود تو را قرار داده باشه و همینطور نعمت بزرگ نصیب تو کرده باشه که حقیقت و ماهیت دین تفاویده ای، عقیده توحید الله به قلب جابجا شده و بازم تو غافل باشی، هیچ امکان نداره. یقینا اگر این عقیده در قلب انسان جابجا شود تو را آرام نمیمانه. بله اگر جابجای خوب نشده باشه انسان غافل میشه، در غیر از او غافل نمیشه. اول مثلا موضوع خودش است. با پیغمبر علیه السلام الله متعال میگه استقامت اختیار کو، استوار باش همون قسم که تو مامور شده ای. منظورش است که پیغمبر در برنامه مشکلات آمده رو است تحمل بکو، گپا را تحمل بکو، شکنجه ها را تحمل بکو، مصیبت ها را تحمل بکو، مایوس نشوی. دوم و من تاب معک، تنها تو نه، یک نفر توسط یک گل بهار چی نمیشه؟ بهار نمیشه. یک نفر نمیتونه. پیغمبر یک شخص است. تا وقتی که کمربسته هایش پیدا نشوه که ما حولش استادگی بکنه و برنامه پیغمبر را نشر اشاعت کنه، یکی بهار نمیشه. اینمی خاطر است که و من تاب معک، کسی که رجوع کرده به سوی الله و مکمل اتکا به سوی الله کرده، معک امرای تو، در برنامه تو قطع تو شریک شده، استاد شده. این مردمان باید استقامت اختیار کنه. به استقامت نظام پیش نمیره. از همون خاطر ما بارها میگم کسایی که در این ترجمه شریک میشه و در این درسا خود چیسته شامل میدانه، این فکر نکنه که ما دیگه زندگی آرام داریم. زندگی آرام نداری، زندگی پرپیچ داری، بسیار سخت زندگی داری. سخت زندگی به خاطری است که لا اقل مردم خوب بدزبانی قطع داره، لا اقل آنقدر از پیشت نفرت داره که سلام هم سرت نمیپرد. با چشم بد، اما دوستی نزدیکت با چشم بد بری تو میبینه. اینی را تحمل شدن گپ عادی نیست، به خاطر کی؟ دین الله. تو هم نفرتای اقارب تا سری خود بپذیر به خاطر دین الله متعال. این گپ عادی نیست. هر کس مقاومت نمیتونه. بسیار مردم است، بسیار مردم است در مراکز علمی تربیه یافته، سندا گرفته، ماستری و چیسته دکترا را گرفته، فارغ شده از دو مراکز، توصیه برشان شده، یگانه معاش برشان حواله شده برای دعوت. اما اینجا که آمده رکود اختیار کرده، خاموشی را اختیار کرده، دیگه حتی نتانسته یک گپی واضح‌تر برای دوست خود اظهار کنه. این توفیق الله به هر کس نمیده، برای کسایی میده که یقینا درد این قرآن در قلبش موجود باشه که قرآن چی برنامه داره و چی قسم باید پیش بره. الله متعال پیغمبر علیه السلام میگه که تو استقامت اختیار که و من تاب معک، کسی که یقینا رجوع کرده به دین اختیار کرده، نه دیگه کسا را گذاشته، لحاظ دیگه کسا را نداره، اینم استقامت اختیار بکنه. ولا تطغوا، دمی دعوتتان، دینمی زندگی دینتان قطعا سرکشی و از حد گذری نباشه. ولا تطغوا،